دوستداران ماساژ سلام. امروز اومدیم با صافکاری بدن یه آشپز که درد بین دوتا کتفاش و فیله کمر و عضلات زوزنقی افتاده، که اول با بادکش کار رو شروع میکنیم که فوق‌العاده عالیه. رو پوست خشک قبل از ماساژ که یه چند تایی هم صدا براتون میذارم بشنوید، از ماساژش لذت ببرید. همینطور که مستحضر هستین به خاطر بادکش خون رسانی و حرارت به سطح عضله زیادتر میشه و الان میریم سراغش با ماساژ اسپارت و عضلات دونه دونه با ماساژ دیپ آزاد میکنیم و یه جورایی جون دوباره بهش میبخشیم. چون دوستمون خیلی علاقه شدیدی به قولنج داشت، چند تای قولنج براش شکوندم و صداشو گذاشتم براتون، شما هم لذت ببرید. چه بشنویم. ما یه 2 هفته‌ایه که پیج یوتیوب و اینستامون رو درست کردیم و یه جورایی نیاز به حمایت گرم شما داریم. دوست دارم که از پیج یوتیوب هم حمایت کنین و کامنت و لایک و ساب هم فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم.